از کدوم برنامه ما حس بدتری گرفتید؟ بدتر یعنی متاسف شدید برای اون آدم؟ مثلا برنامه آقای جمشیدی فر که گفته بود نمیدونم سیاه‌سفید میکنی یه چیزایی رو که طرف گفته آقا اینو نذار به هر دلیلی به هر شی، بعد شما اونو میذاری. حالا این میتونه دشمنی باشه با ما هنرمندا یا هر چی. این خیلی منو آزار میده. بیشتر از جنس حسادت بودون، یعنی خیلی بامزه بود اونجا. منم یکی ازم بامزه تر باشه عصبی میشم. شما هم حواست باشه بخیر. نه من اصلا آدم بامزه، من خیلی آدم عصبی ام اتفاقا. اصلا بهتون نمیخوره عصبی باشی. خب همینش خوبه دیگه، چون نمیخوره خیلی جاها جواب میگیرم. مثلا چقدر عصبی؟ اوف. یه آخرین باری که عصبی شدید چیکار کردید؟ یه نمونه بگو. مثلا آخرین باری که عصبانی شدم و نمیتونم بگم. چرا؟ چون همشو باید بوق بزنم، چون فوش میدم دیگه. ولی چرا دروغ میگید؟ دروغ نمیگم، من فوشوام. اصلا به شما نمیخوره فوش بدی؟ خدا رو شکر همه میگن. نه من فوشوام، یعنی خیلی فوش میدم. فکر نمیکنم کلمه‌ش این باشه. یادم ببینیم چه کلمه‌ای داشته باشیم. فوشو نشنیدی؟ فوشو؟ فوشو. مثلا یارو فوشوه. نه نشیدم. فوش دهنده است. یکی فوشخوره، یکی فوشوه. فوشخور چیز نداره؟ کلمه نداره؟ نه. هم فوشخوره. فوشون الی؟ فوشخور الی. ولی من فوشوشم، یعنی